وزارت عدلیه تاجیکستان بعد 20 روز آموزش حجت‌های انجمن 18 غیر نوبتی حزب دموکراتی تاجیکستان شهباز ابرار را رسما به عنوان رئیس نو حزب اعتراف کرد. در نامه رسمی که با امضای اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه تاجیکستان روز 31 می سال 2024 به شهباز ابرار ارسال شده است، از جمله نوشته شده است که طبق پروتکل انجمن غیر نوبتی 18 از 11 می سال 2024 شما شهباز ابرار رئیس حزب انتخاب شدید. در نامه همچنین نوشته شد که آیین‌نامه حزب دموکرات تاجیکستان در وزارت عدلیه با تغییر و علاوه از نو به قید دولتی گرفته شد. حزب دموکرات تاجیکستان فعالیت خود را طبق آیین‌نامه باید ادامه دهد. اعتراف رسمی شهباز ابرار از جانب وزارت عدلیه در حالی است که سید جعفر عثمانزاده رئیس برکنار شده حزب دموکرات انجمن روز 11 می برگزار شده را غیر قانونی نامیده از مقامات از جمله از وزارت عدلیه خواسته بود که به این ماجرای نو برخواسته در داخل حزبش بهای سیاسی بدهند. روز 11 می در انجمن 18 غیر نوبتی حزب دموکرات تاجیکستان که در دوشنبه در مجلسگاه مهمانخانه کنگور دایر شد، نامزد 3 نفر شهباز ابرار رئیس حزب دموکرات در شهر دوشنبه، عبدالجبار یولداشوف رئیس دموکرات‌های ولایت سوخت و الیاس‌الدین سید جعفروف به رئیسی حزب پیشبری شد، ولی سید جعفروف نامزدیش را پس گرفت و شهباز ابرار با 64 آواز و یک مخالف در مقابل یولداشوف که 8 آواز طرفدار و یک آواز مخالف به دست آورد رئیس نو حزب دموکرات تاجیکستان انتخاب شد. در همان انجمن احمدشاه کاملزاده معاون اول و زهرا میرزایی و معاون رئیس حزب انتخاب شدند. حزب دموکرات تاجیکستان 2 آگوست سال 1990 از جانب شادمان یوسف تشکیل شده اولین حزب الترناتیوی در برابر حزب حاکم کمونیست در جمهوری بود. این حزب در 34 سال تاریخش چندین تبادلات را پشت سر کرده است. سید جعفر عثمانزاده از انگشت‌شمار وکیلان پارلمان تاجیکستان است که درباره مسائل داغ کشور با جرأت اظهار نظر می‌کرد. عثمانزاده میگوید تا حال نمی‌داند که کدام نیرو و برای چه او را از رهبری حزب دموکرات چپه کرد.